و همچنین یکی از دکترهای اصولی شیخ سلیمان الغصن می آورد که متى يصح وصف الشخص بأنه خارجي او من الخوارج، در کدام حالت یک شخص را خوارج یا اینکه او از خوارجان گفته میشد. و در دوامش میگوید که این علاقه دارد چی؟ علاقه ارتباط دارد به آن قاعده ای که با آن همچون یک فرقه ای که از فرقه های 73 گانه که 72 آن فرقه گمراه است نظر کرده می شود از این ناحیه. و بعد از آن سخنی امام شاطبی را می آورد میگوید که إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئية من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عدد من الجزئيات غير قليل، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع مخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، وأما الجزئي بخلاف ذلك. وعلى هذا فإنه يصح وصف الشخص بأنه خارجي أو من الخوارج إذا نهج منهجهم واعتقد عقيدتهم التي فارقوا بها سلف الأمة وتميزوا بها عن بقية الفرق. نگوید که امام شاطبی سخنش را آورده فرقه شدن و گروه شدن بر خلاف فرقه ناجیه که اون اهل سنت یک تا است. به همان سبب است که فرقه های گمراه قاعده های شریعت که آن اصلی اهل سنت است از آن بیرون برآمده به خود یک قاعده ها، اصل ها و اساسیات ها گذاشتند، نه اینکه در جزئی از جزئیات ها. برای اینکه جزء یا اینکه فرع و شاخه این یک مسئله است که مخالفت و خلاف اساسی با جزئیات نیست و با تفریقه با جزئیات نیست. اساس این چی است؟ و انما ينشأ التفریقه، تفریقه اساسی وقوع مخالفت این چی است؟ در مسئله کلی است، یعنی در اساسیات است. برای اینکه کلیات و اساسیات این عدد از جزئیات، اینکه کم نیست، یعنی به معنای آسانتر این است که قاعده کلی و اساسی در نزد اهل مبتدع اهل بدعت این است که همون قاعده اساسی میگذارد بر خلاف اهل سنت و بعد از آن از همین جهت وقتی قاعده اساسیش و اساسیاتش خلاف اهل سنت شد در آن حالت صحیح می شود یک نفر را وصف کردن به خوارج یا اینکه از جمله خوارج گفتن مادامی که در منهج خوارج در راهنمود خوارج باشد و در عقیده خوارج باشد، آن عقیده و منهجی که از عقیده سلف امت فرق کردند، تفریقه کردند، جدا شدند و این اساسیات فرقیتش می باشد. یعنی در مسئله خوارج گفتن و نگفتن این همه وقت اساسیات اعتبار است. آیا اساسیات دولت اسلامی مثلا موافقت میکند بر خوارج یا نه؟ این است منهج اساسیش و عقیدهش، آنه که از سلف امت خلاف کردن. پس میگوید که وقتی و بالنظر الى اصول عقائد الخوارج، وقتی اصول عقاید خوارج میبینید نجد ان من ابرز ما يميزهم عن بقية الفرق امران هما تكفير مرتكب الكبيرة الخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم الذين يخالفونهم. وقتی نظر کرده می شود بر عقیده خوارج و بر راه و اساسیات
چارچوبه مذهب خوارج آنی که از دیگران فرق میکند این دو تا است. آنی که فرق میکند از اهل سنت دو صفت دارد. یکمش با گناه کبیره تکفیر کردن، دویمش الخروج بالسلاح على ائمه المسلمین و عامتهم، خارج شدن با سلاح بر ضد امام های مسلمین، یعنی بر ضد خلیفه و امیر مسلمانان با سلاح خارج شدن و بر عامه مسلمان ها و عامتهم الذين يخالفونهم، آنانی که بر آنها خلاف هستند بر ضد آنها خروج کردن. یعنی بر ضد امام ها و خلیفه مسلمان ها خارج شدن با سلاح. دومش مرتکب کبیره را، یعنی اجرا کننده گناه کبیره را کافر شماریدن. این اساسیات میگوید و میگوید که عقیده خوارج آشکار میشود با سلاح بر ضد امام های مسلمان ها. این از سبب عقیده اشان است. عقیده اشان این بود که گناه کبیره کننده را کافر میشمارند. زنا و دزدی، عرق و قمار و غیبت و دروغ و بهتان و سخنچینی، اینها را اجرا کننده اش را کافر میشمارند. از همین جهت بر ضد خلیفه های و امیرهای مسلمان ها خارج میشدند به سببی که در اعتقادشان خلیفه کافر است و به گناه کفر گرفتار شده است. به کفر وقتی به کفر گرفتار شد دیگر او بر بالای مسلمان ها امام نیست. لذا اول با گناه کبیره تکفیر میکنن، دوم باشد بر ضد اولوالامرها، آنی که اولوالامریش ثابت است خروج میکنن و بر ضد او با سلاح خروج میکنن. و همچنین مرتکب کبیره را همچنین بر ضدش همین طور خروج میکنن. در نظر آنها دزد، عرقخور، زناکار، رباخور، نشأ جلاب و غیرها چه مرتد است. از همین جهت علی رضی الله عنه را خوارج مکتوب نوشتند و گفتند که بعد حادثه صلح بین علی و معاویه رضی الله عنهما و اینکه نویسنده ها یا اینکه همون حکم ها ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص بودند و همه اهل آنها را چی گفتند؟ خوارج مکتوب نوشتند و گفتند که ای علی به خودت شهادت بده که تو به کفر گرفتار شدی و توبه کن، و یعنی توبه کن در آن چیزی که بین ما و بین شما گذشته است، ولیکن الا فقد نبذناك على سواء ان الله لا يحب الخائنين. پس وقتی که اگر تو توبه نکردی تمام دیگر. پس این یک اساسیات خوارج ببینید، یعنی چی شرط را گذاشتن به حضرت علی و چگونه تکفیر کردن. پس از همینجا ملاحظه می شود که آیا دولت اسلامی بار شنیدید که کسی این گناه های کبیره را اجرا کننده اش را، زناکار و دزد و عرقخوار و غیبت و دروغ گوینده را مرتد گفته باشه؟ یا اینکه برعکس آنی که به نواقض الاسلام گرفتار است، یا اینکه بر همان واقع شدنش بر نواقض اسلام واقع شدگان همکار است، آن شخصی و آن گروه ها و آن جماعت هایی که تهمت بر خوارج میزنند دولت اسلامی را، بار انصاف نمیکنند، نمیگویند که خب و برای چی دولت اسلامی تکفیر کرده ایستاده است فلانی گروه را، فلانی گروه تکفیر کردنش آیا معنای امت را تکفیر کردن است؟ فلانی جماعت را تکفیر کردن آیا مضمون تمام مسلمان جهان تکفیر کردن است؟ چرا یک جماعت خردکک یا بزرگ خود را امت مینامند یا تکفیر آن را تکفیر امت مینامند؟ وقتی تکفیر کرد دولت اسلامی، چرا باز ندیدن که خب دولت اسلامی تکفیر کرد، لیکن چرا تکفیر کرد؟ این طرف هم ببینیم، طرف دوم را که آیا به یگان شکننده از شکننده های اسلام گرفتار شد یا با مرتدین و با کفار و یا با آن مرتدین و آن گروه هایی که دموکرات خواه است، شعارش واضح است و با وجود اینکه با زبانشان با عملشان فرقیت دارد، آنها با حکومت و طاغوتان همکاری میکند، با آنها همکاری کرده ایستادن، بر بالای این فکر کردن و در این مسئله وقتی دولت اسلامی تکفیر کرد، آیا باز هم مضمونی آنه که
ملبس بر نواقض اسلام است یا بر نواقض اسلام همکاری، بر نواقض اسلام گرفتار شدن آن مرتدین و آنی که با کفار، با یهود و نصارا و با طاغوتان و با در زیر پرچم صلیبی بوده ها همکاری کرده و از دولت اسلامی جنگ کرده ایستاده است، دولت اسلامی آنها را تکفیر میکند. با آنها باز آنانی که دعوای مجاهدی میکنند همکاری میکنند. پس وقتی از طرف دولت اسلامی در بعض این مسئله ها تکفیر صادر شود، تنزیل حکم صادر شود، در حال میخیزند و میگویند تکفیر امت است، آنها خوارج هستند، تکفیر میکنند. این تکفیر نیست. این اول ببینید آیا مگر آن گروه و گروهک ها به نواقض الاسلام گرفتار نشدند یا به نواقض الاسلام گرفتار شده ها همکاری نکردند و تا حال آیا همکاری نمیکنند؟ پس از همین خاطر این را ببینیم که عقیده خوارج و منهجشان اساس این بود: گناه کبیره و بر ضد امیر مومنان خروج کردن بود و همچنین مرتکب گناه کبیره را تکفیر کردن یا ابدالابد در دوزخ دانستن. این عقیده یعنی عقیده ابدالابد در دوزخ ماندن گناه کبیره کننده، این یکی از صفتهای خوارج است. دولت اسلامی از این بیزار است. دولت اسلامی بار نگفته است که وقتی زیناکار را زد، سنگسار کرد، بعد که جانش برآمد جنازه خواندن، نگفتند که زیناکار الی جهنم و بئس المصیر، به سوی جهنم چی بسا عاقبتی بدت، نگفتند. جنازه خواندن، در حقش دعا کردند، خاندانش تعزیه بیان کردند، به صبر دعوت کردند. پس مضمون آن را نمیدهد که گناه کبیره کننده ابدالابد در دوزخ ماندنش را دولت اسلامی عقیده داشته باشد. و همچنین صحابه را همچنین در دوامش میگوید که تکفیر صحابه با وجود اینکه این صفات خاص صحابه نه، خاص خوارج نیست، رافضی ها از این بدتر هستند، لیکن با وجود همین هم در بعضی از مسئله ها در این مسئله که خوارج صحابه را تکفیر کردن، همچنین شیعه ها هم شریک هستند و از این بزرگ هستند، در حالی که فی اعیان بعض المسبوبین، در حالی که بعضی از معین حقارت داده و دشنام داده شدگان فرقیت دارد. و همچنین نسبتی امامت از قریش و غیره ها. پس باید این را ما بدانیم که مسئله خطیر است، خطرناک است. یک نفر را به خوارج طعن زدن یعنی مضمونش او را فاسق گفتن، او را اهل بدعت و ضلالت گمراه گفتن و از این بدترش معنایش تکفیر کردن است. معنایش تکفیر کردن است. این خیلی نیست که کسی را خواهد خوارج گوید، مادامی که به اصل خوارج موافقت نمیکند دولت اسلامی. چه خیلی که ما با این سخنهای علما دیده برآمدیم که حقیقت دولت اسلامی با اصل و اساس خوارج موافقت نکرده است. و در این بابت باز از سخنان دولت اسلامی را باز می آوریم که آیا دولت اسلامی با گناه کبیره و همچنین با تکفیر کردن جمیع مردم و همچنین بر ضد امام های مسلمین خروج کردن را این صفت را دارند یا نه؟ چه خیره که در این مسئله ما خواندیم و باز برای شما می آوریم که در این مسئله دولت اسلامی نسبتی گناه کبیره تکفیر نکردن و همچنین در مسئله بر ضد اولوالامر حقیقی خروج نکردن و در ضد تکفیر نکردن مجتمع مسلمانان، دولت اسلامی اصلا در این مسئله چی است؟ پاک است. وقتی در اساسیات که پاک شد دیگر تمام است. یعنی دولت اسلامی خوارج نیست.
پس اینجا یک در آخر درس باز بعضی از حجت ها رو میاریم که در این قضیه چی است؟ باز دلیل می شود.